نیروگاه برقی آبی راغون 5 حادثه ناخوش شماره فوتیدگان. صنعت رحیم رئیس خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سوهای کوهکاری در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت در نیم ساله اول سال جاری در کارخانه‌های صنعتی و کانها 24 حادثه ناخوش ثبت شده است که در نتیجه 18 نفر جان خود را از دست داده 20 تن جراحت برداشتند. و تاکید نمود که آمار مرگ کارگران نسبت به همین دوره سال گذشته 4 و جراحت برداشتگان 14 نفر بیشتر شده است. سبب‌های اساسی حادثه‌های ناخوش این به مسئولیتی مهندسان تکنیکی کارخانه‌ها در جای حادثه، به اهمیتی جبردگان هنگام کار با ابیکت‌های خطرناک، رعایت نگردیدن قاعده‌های به خطری صنعتی در رفت کار با ابیکت‌های استحصالی خطرناک، رعایت نکردن تکنولوژی کارگری کن، همچنین نداشتن متخصصان صاحبی میباشد. رئیس خدمات نظارت به خطری در ساحه صنعت و کوهکاری تاجیکستان تاکید کرد که در میان فوتیدگان شهروندان خارجی نیز ثبت شده است، ولی از مرگ 8 افغانستانی در شمال کشور اظهار بی‌اطلاعی نمود. او گفت آنها نیز در این باره از رسانه‌ها خبر یافته به کارخانه متالورژی تاجیک و مقامات حکومت محلی، مقامات انتظامی و بیمارستان تماس گرفتند، اما با قول صنعت رحیموف هیچ یکی از این نهادها حادثه را تصدیق نکردند. ممکن واقعا داشته باشه در دیگر جا بود، برای آنکه این شهروندان نه در یگان جا وقعی گرفته شده بودند، نه یگان کس میدانند کجا داده بودند. اگر طرف افغانستان داشته باشه پیشنهاد کنم، ما تیاریم که تفتیشات کنیم. اما اون خبری که در تریدو که کدام کارخانه در کار کردن در ناحیه عینی کار کردن، این حادثه تصدیقش نیافت. این در حالی است که قبلا یک منبع در خدمات نظارت در ساحه صنعت و کوهکاری بر رادیوی آزادی گفته بود که دادستانی ناحیه عینی با تحقیق مرگ 8 افغانستانی در یک کان انگشت شروع کرده است. درباره جان باختن 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی اول شده رسانه‌های افغانستان خبر دادند. و اطلاع رسانه‌های این کشور حادثه بعد از ظهر 9 می رخ داده است. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است، روز 10 می با تکیه بر ریاست آمادگی مبارزه با حادثه‌های طبیعی طالبان در ولایت دایکندی خبر داده است که همه قربانیان ساکنان همین ولایت هستند. هرچند نمایندگان خدمات در رخ دادن حادثه‌های ناخوش بعضا ساکنان را گناهکار می‌کنند، در گذشته جبریده‌ها از چشم‌پوشی مقامات به قانونشکنی مسئولان کارخانه‌ها شکایت داشتند.